این فقط حامله حق زنک نیست که فقط تولد کنن. مردکان باید اکنون تولد کنن. چی تولد کنن؟ باشه و این نمیشه و عزیزان میگفتن که خاک قاق در دیوال نمیچسبه. برای همین بعضی زنو بچه پرتو هم و مردای بچه پرتو هم داریم. همین گپ گوش میکنه و همین میبروه میپرته بچه را. قبول هم علم آموزه گفته بازار که در آمدی دین ایادت برو. بازار جای دین بوده. اتفاق دارن که تابعین بزرگ بود. جناب پیغمبر دیدگی بوده و این بزدیله. کودکک بوده در قشق پس تولد میکنه. همین مردک هم باید حامله دار شوه امر معروف و خیر. همین هرچی بدنش تگیره تولد کنه. اگر قبول نکنیم هر روز اگر ما در صحبت کنن و یگون منفعت نمیرسود آمده. برای اون که اسلام تربیتش پره های. وقتی مسلمان که اخلاق نداشته باشه و این نمیشه و عزیزان میگفتن که خاک قاق در دیوال نمیچسبه. برای همین او دا تر میکنی. خاک تیاره تر کردن او اخلاقی ما که او را ما لای کنیم و در همون چیز راست کنیم. برای همین همیشه اسلام دینی تربیت های. ما را روز تربیت کرده است. این وابسته در خودمونه که چی خیل او را می آفریم و قبول میکنیم. چگونه یکی یک کودک به کوچه میگذره که تولستوی در بالای یک استول کلان شتگی بوده همین خرکا ده و کودک سلام میتیه و میگه سلام علیکم تولستوی میگه هنر چیست؟ تولستوی نمیدونه هنر چیست؟ میگه هنرمند میگه هنر چیه؟ میگه هنر چیست؟ نمیدونه جواب داده نمیتونه. 16 سال بعد به کتاب هنر می نویسه. 16 سال همین گپ تولستوی حامله دار میکنه. امروز اسلام همین قدر گپ میزنه نه که من مردک قدی زنک اجوی میشه زنک حامله دار میشه 9 ماه پس تولد میکنه. همین مردک هم باید حامله دار شوه امر معروف و خیر. همین هرچی بدنش تگیره تولد کنه. این فقط حامله حق زنک نیست که فقط تولد کنه. مردکان باید اکنون تولد کنن. چی تولد کنن؟ اخلاقی نیک، تربیتی نیک، جوان مردی، راستی. همین هم یک نوعی باردار شویه. 16 سال بعد با صنعت هنر گفتنی کتاب داره با هنر می نویسه. یک گپی کودک تولستوی حامله دار میکنه. حامله فکری هنر چیست؟ جمع میکنه کتاب هنر می نویسه. امروز این قدر از منبرو این قدر از همه جا در تمام جا اسلام صحبت میکنه. ملا میگن علما میگن علما میگن همه همی شخصیت ها گپ میزنن. وابسته در همینه که ما چخل قبول میکنیم. با بعضی زنو بچه پرتو هم و مردای بچه پرتو هم داریم. همین گپ گوش میکنه و همین میبروه میپرته بچه را قبول نمیکنه. بعضی زنها چی هم با بچه پرتو هم علت دارن علت که دارم کودک قبول نمیکنه. یا ماه 2 ماه 3 ماه میشه امو رو میپرتویا. و ما مردای هم خیلی علتی داریم. ای گوشش میزنه ای گوشش برآمدن رفتن میگیره. میبروی هم از دری مسجد ای دری درس ای دری مکتب ای دری دانشگاه میبرویان دیگر خلاص. نقل میکنن که مروان ابن حکم وقتی که سری حکمت آمد نبیره جیان حضرت عثمان بود. مروان ابن حکم وقتی مایده حق بود پیش جناب پیغمبر آوردن شد صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم مروان دید و ابن حکمه نباشه تابعین بزرگای گفت مروان دید گفت بسیار بزدل کودک مایده حق بود پیغمبر بزدلش گفت. در کودکیش در روضه مبارک فقط قرآن میخوند. کلان شد قرآن میخوند. با بلاغت رسید قرآن میخوند. مردک شد قرآن میخوند. حتی نامش کبوتری حرم موندگی بودن. نامش چی مونده بودن؟ کبوتری حرم پیغمبر. همون روزی که بعد حضرت معاویه والی مدینه منوره شده قرآن پوشیده گفت رهی من دیگه رهتی دیگه. بسیار مدینه را می رسوا کرد در زمان یزید. ولی میگن که مدینه در لشکر کشیدن و مدینه رسوا شد. میگن که در زمان حضرت علی راهبر همین بود. ولی ما داریم آدم ها در روز زمانی خیل بدن و بزرگ فرزندش می بیارن. در زمان شیخ بشری حافی می بیاره که بشری حافی در داخل بازار یک شاگرد بزرگ داشته همون را درس می داده و شاگردش عالم شدگی. یکی از همون مخلصا فرزندش می بیاره
پیش همون شاگرد بیشتری حافی بایم و درجه رسیدگی بوده است. گفته بازار آوردم بچه‌م که در پرد ایسته و علم آموزه و دین آموزه و خدا آموزه و رسول آموزه، تجربه و علم آموزه. گفته بازار که در آمدی دین ایادت برو. بازار جای دین بوده و جای دین معلومه کجا. جای دین خودش مکتب داره و منبر داره و جا داره. گفته بازار که آمدی بچه‌م دین ای خودت برو. بسیاری همین بچهای دانشمند میبرن در بازار میگه همینجا با میخونه و بازار جای خوندن نه. بازار در درش که در اومدی دیگر اوجد ابلیس نسلش بسیارت را میمونن خونی. هر یکی جا داره عزیزا، هر نقطه مکان هر جا گپی خودش داره. خشا به حال آدمایی که گپا رو فهمن. مروان ابن حکم که نبرجیان حضرت عثمان بود، امک بچه حضرت معاویه بود. زمان قرآن میخوند در حرم کبوتر حرم پیغمبر میگفتن شه همون روزی که امیر میشوه به درجه میرسه. حتی زبیر ابن عوام قطع طلحه ابن عبیدالله 10 تن از یاری بیشتیای در همین جنگ صفین همی کشتگه. اما 10 تن از یاری بیشتیایش همین سبب کشتگه یک تشه. برای همین این نگوین که همه بزرگایی دایم درونیم و زیاده و قرآن در حرم میخون. بعد اگه تمام کرد قرآن رو پوشید دو ریت جدای رای من جدا که برای اوساد رسید. برای همین اون تابعین بزرگای مقصد که همه شخصیت ها را اسلام گذاشتگیان. در زمان یزید بعد میگه مدینه منوره رو هجوم کردن، چقدر همین شخصیت بود. پیامبر اکرم در میدهکی بچگیش آوردگی بعد پیامبر اکرم زمانش میدهک بود است. قسمت از علما میگن صحابه بود، اتفاق دارن که تابعین بزرگ بود. جناب پیغمبر دیدگی بود است و این بزدیلای کودکک بود در قشق و چشم. از این حدیث دلالت میشه که صحابه بود است که مقصد ایمان هم نیاورده بودن که کودکی شقلاقش جناب پیغمبر دیده بودن شما. مقصد که برادرها تربیت اسلام همینه. اسلام آدم تربیت میتیم ما قبول نکنیم عیبون چی با؟ ما باید قبول کنیم. تولستوی بینه 16 سال از گپ یک کودک حامله‌دار میشه و کتابی هنر می نویسه. امروز باید ما را وقتی گپ میزنن همین صحبتات اقلا یک تاش یا حامله‌دار فکری شویم. یک سال بعد چی آفریم بچه پرتو نشویم. بسیار ما نمیخه بچه پرتویم، صحبتای نغز گوش میکنیم، خیلی راحت میکنیم. وقتی بعد 5 دقیقه بیرون میبریم ای گوش در اومده ای گوش بر اومده رفت. رنگ مروان ابن حکم میشیم. با خدا رحمتش کنه بگو رای تو جدا اکنون و رای ما جدا مکمون برای استاد رسیدیم کاریخمون سر میکنیم. اکو برای همین باید قرآن ما را اخلاق تیا تربیت تیا اخلاق خودمان میتیم و تربیه را اسلام میتیم. اسلام دینی تربیه. خب اکنون ما درباره اخلاق و تربیت صحبتامون رو آغاز میکنیم. وصیت‌نامه رقم 68 ابو یوسف فرزندم همیشه مرگ به یاد بیار برای استادات و مشایخ و آن شخصیت هایی که از آنها علم و دین آموختی. همیشه طلب آموزش کن در نماز و در همه حالت. در حق استادا دعا کنی، در حق معلمو دعا کنی، در حق آدمایی که از وی علم گرفتیم دعا کنی. گفته و همیشه مرگ یاد کن ابو یوسف فرزندم. رقم 69 وصیت‌نامه‌اش بر تلاوت قرآن همیشه بردوام باش، زیرا که تلاوت قرآن در روح، در جسم، در دست و پایت، در روحت نور میتیه. و کسی که به قرآن اگر مشغول باشه او انسان از جمله زیانکاران نیست. ابو یوسف مداومت قرآن تلاوت کن، مداومت با قرآن باش. قبرستان ها و مکان های مقدسه را بسیار زیارت کن، زیرا قبرستان یاد آخرت بسیار میبیاره. و مکان های مقدسه که بزرگا مسجد های بزرگ ساختن، قدمجاهای بزرگ ساختن مثل مدینه منوره، بیت المقدس و حرم شریف، زیارت زیاد رو. این جاها را زیارت کن. با ملاقات علمای زنده و مشایخ زنده زیاد رو، زیرا که علمای زنده و مشایخ زنده
1000 بار از علمای مرده و مشایخ مرده برترم. زنده ها رو خبر گیری، مرده ها محتاج دعا هم. از اینکه دیگه عالم خبرگیری هم از بین رفت. خدا رحمت کنه موسویدای پیشتره را هر هفته خونی عالم میرفتن، هر هفته در صحبت یا عالم میشتن پیشتره بزرگا. از اینو که از بین رفت، این چیا گم شد، این فرهنگا رفت. در همه کوهستانا هم علما را هر هفته خبرگیری میرفت، در صحبتاش میشیشت، ای صحبتای باید دلش آب میشد. چی به امروز ما رو دنیا حیف کرد، محبت دنیا ما رو چکار کرد؟ حیف کرد. یکی از اخلاقهای رذیله، اخلاقهای پست و انسان اخلاق تربیتش پست میکرده، این محبت دنیا بوده. کدام دنیا؟ آیا همه دنیا، مطلق دنیا، یا جزء دنیا؟ نه، جزء دنیا. کدام؟ گفتن همون انسانی را که خداشم دین شوه و خداشم دنیا شوه، پیغمبرشم دنیا شوه، وجدانشم دنیا شوه، همه چیزش دنیا شوه، این گونه دنیا را دوست داشتن کفره. همین خیلی دنیاداری کفره. یکی از اخلاقهای بد انمی بده که کسی ای خدا و پیغمبر و دین و وجدان و آدم و آدمگری قرآن بالا کنه. چیکار کنه عزیزان؟ قرآنش بالا کنه و ایش دینش دنیاش بالا کنه. اگر نه همین ها دنیاش بالا کرد، این پسترین رذیلترین اخلاقه. چون خداوند یهودی ها را لعنت کرد برای که از تورات و آیین موسی دنیا را بالا دانستند. میگه شما در پندهنده ها نیامدن که گوزنن آخی پدر و مادرت آزار نتی حرام ای، نیامدن گوان همسایه را آزار نتی حرام ای، نیامدن. میگه همین قگپا را گفته سیان شما میگه پند نمیگیره. و جاءکم نذیرون، شما دا میگه پندهنده ها نیامدن. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. نه امروز جهنم عذابش میچشه برای که شما ظالمی. شما چیه؟ ظالمه. شما عذاب میچشه. شما نگاه کنید که بسیار همین آدمای ظالم در دنیا عذاب میچشن، این همین دنیا ده عذاب میبینن، بسیاری عذاب میبینن. از هم عذاب بد برای به خدا و به رسول ظالم این آبروه، آبرو ندارن. ای همه چیزی بزرگ آبروه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن، ای تمام مهربانی های دنیا مهربانی رسول الله فرق میکنه. چگونه فرق میکنه؟ مهربانی امروز دنیا هر روز گفته است چیزی قیمت میشه، چیزی ارزان میشه، دنیا بیزه میشه، دنیا تنج میشه، بیرجه این شد، بریل نفت این شد، دلار بلند شد، دلار پس شد. همین قدر مهربانی دارن. اما رسول الله آمده است میگه عمرتون به معنی رفته است. پیغمبر غمی عمر میخوره. پیغمبر غمی چی میخورده؟ عمر. میگه ان الانسان لفی خسر. ای عمرت به هده گذشته است. ای آدم عمرت به هده گذرانده استی. عمری رنگ حباب چی میگن؟ پوپکی بالای آب. ای عمرت به معنی ای عزیزم. پیغمبر اومده است میگه عمرت به معنی ای. پیغمبر چیکار داره در پول و مال و سرمایه و طلا و بریل نفت؟ عمرت به هده نگذران. میگه ای بنده عمر در خسران ای، عمر در زیان ای، عمر تبهده نگذران. برای همین فذوقوا به چش عذاب جهنم. الله جل و علا شانو جواب میداده برای آدمای ظالم هیچ کس یاردم نمیکنه. امروز ظالمه که یاردم میکنه؟ هیچ کس یاردم کرده نمیتونه. به روزه گفت آن سلطان ابرار بفرمود از لبی شیرین شکروار. یعنی جناب پیغمبر از این لبی شیرین زبان مبارک یک کلمه شیرین گفت. بگفت ای فاطمه، ای امت الله، ای فاطمه بچم، ای امت خدا، بگو ذکر خدا باش آگاه، یاد خدا را کن آگاه شو. مگویی که پیامبر زاده ام من، و پگه نگوی من دختری پیغمبرم، میانی بندگان آزاده ام من در بین بنده ها جداش کننده ام. اینا نگویی با که فردا تمام قیامت گفت
موقوفی عمل هاست وگرنه در رهی طاعت خلل هاست. اگه خدای عمل میپرسه، اگه نمیگه که تو دختری کی بچه کی و نکنی بچه میخیلی را. من در بین آدم خوش رو من اینم، من بابام این بوده امام این نمیشه و گفت میانی بندگان آزاده اما نکنی این کارا. اگه از اون نمیپرسه اگه از عمل میپرسه. برای همین حدیث صحیح مسلمه معویزه را گوش کنه که روز قیامت یک گروه آدم ها میمون میخستیان. چی میخستیان؟ میمون، گوشاشان کر میگفتن کیانیا؟ میگفتن در گوشاشان با سربای جهنم ریزه. اینا دا معویزه میکنی با شوخی میکنن. عزیزا من یگان ارتیستم که شوخی کردیست اینجا دا. من گپی خدا و رسول گفتستم، من چیز قرآن گفتستم. والله آدم پگه لعنتی میشوه. پیامبر گفتن بسیاری آدم ها مسجد میبیان گناه گرفته میرون. برای همین هر چی را ارزش قائل شوه. یک چاینک چای چایخانه چی میتین 50 روبل تانا میگیرن. یک معلم یونیورسیته لکسیا میخونه، هر لکسیاش $70. وقتی که درس تیار میکنی ارزش قائل شوه آدم دا. در آمده اللهم افتح لی ابواب رحمه، خدایا در رحمت من دهوی که. من یگان اینجا یگان صحنه سیرک نیست خندیده شینین. آمده به خاطر خدا و رسول در این عزیزو. من قول خدا و رسول گفتستم. از همین بالای منبر وقتی قبول دعا به حرمت قولش دعا میکنم. در آمده عزیزان مهربونی قدر دروی. خدا نغز میدونین که ابو جهل و ابو لهب مسخره میکردن رسول الله را. تبت نازل شده حقشان. سوره اقرار آخرش نازل شده حقشان، جهنمی بدنشان. میگفته پروردگار ما دیدیم، فهمیدیم، شنیدیم، میخواهیم بازگردیم عمل خوب کنیم که دیدیم عذاب جهنم. قول جهنمی ها اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. شما هم کسایی نبوده که اول قسم خورده پیش از همین بعد از او ایمانا را از دست داده. شما مادمو نبوده. روحی شما در ازل قالو بلا گفته به. شما بسیار عهد شکسته، بسیار این کارا را شما کردگی. ما زورمان میبیا بسیار خدا در رو میبیاریم. همون روز مشکلاتمان آسان میشود که از خدا دور میشیم. قیامت هم جهنمی ها میگفتن که میخواییم براریمونه فقط خطا عبادت میکنیم. گفته شما عهد بسیار شکستگی، شما نمیکنه با این کارا. شما این عهد نمیشه، شما با عهد میشکنی. برای همین عزیزو هر کسی که دشمن رسول ای، هر کسی که دشمن قرآن ای، هر کسی که دشمن اسلام ای، هر کسی که در این آیه مبارکه پیغمبر در دشمن حقیقت آیینش او در جهنم ابدی میسوخته. او در جهنم چی میسوخته؟ ابدی میسوخته. فیقولون ربنا، با میگفتن جهنمی ها پروردگارا اخرجنا، ما را برار عمل خوب میکنیم، این کارهای کردگی ما رو نمیکنیم دیگر. گریه میکردستیم. پروردگار جواب میداده است اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم نذیر فذوقوا و ما للظالمین من نصیر. آخه برای شما عمر ندادم، پندهنده ها ندادم، نیامدن پیغمبرای جنس ختم. حضرت محمد مصطفی نیامد تا به امروز وارثاش علما نگفته سیان، تا به امروز منبرا نگفته سیان. آیا میگه پندهنده ها نیامدن بالای سر شما ده؟ کدام دانشگاه 124,000 معلم داره؟ دانشگاه خدا. کدام دانشگاه 124,000 معلم داره؟ دانشگاه خدا. کدام دانشگاه 104 کتاب داره؟ دانشگاه خدا. کدام دانشگاه همیشه بیداره یا همه خوابه؟ دانشگاه خدا. میگن چه خیلی دانشگاه خدا بیداره همه خوابه. در یک فن دنیا کنی یک کلمه یاوه که در فنای دنیاوی گفتگی باشه که این حلاله این حرام، کنی در یک فن دنیا یاوه. کنی فیزیکا خیزن گوان که در فیزیکا میگه که این چیز نخره که حرامه.
در کجا آمده در علم متیماتیک گفته باشه که لقمه حرام اثر داره در فرزند؟ در کدام فن زبان مادری گفته است که عرق حرام است؟ در کدام فن اریتمتیکی گفتگی باشه که گوشت خوک حرام است؟ در کدام فن مقصد هندسه و گیومتری گفتگی باشه که ظلم حرام است؟ نیامدن پندهنده های جنس ما. دنیا خواب شریعت خدا بیداره، دنیا خواب آیین بیداره، دنیا خواب اسلام بیداره. چگونه که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن بنده رو وقتی در لحد میموندین ملائکه های منکر و نکیر میدیده میگفته که من اجازت میتیه که گشت خونم روم. چی میخواسته؟ من شما اجازت میتیه که من خونم روم خبرشان کنم که منکر و نکیر حقه، خبرشان کنم که داخلی گرد پرسیدن حقه، خبرشان کنم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرسن حقه. برای اون گپ زنم ملائکه میگرد و میامدن منکر و نکیر میگفتن که نوم خواب کنه که کنومت العروس، رنگ خواب عروس خواب زنه که دیگه برای تو رخصت نیست، حکم برای تو تمام شد دیگه. همین که زاره میکنید یا خلاص همون روز حکم سود برارن تو همین قدر زاره میکنی و تغییر نمیوبه. خدا رم حکمش همین بده که بازگشت نیست دیگر، خلاص میموندی. ما درباره چی فهمیده بدیم گفته بدیم؟ درباره اون کسایی که گفتن که پیغمبرا را یکی از خصلتاشون همین است که همیشه در دشمناشون غلبه میکنن. در جنگ بدر وقتی پیغمبر غلبه کرد یهودی ها گفتن که این پیغمبره، پیغمبر فقط غلبه میکنن. اما در جنگ احد پیغمبر شکست خورد. یهودی ها گفتن که این پیغمبر نبوده برای که شکست خورد. در او جنگی گپا گفتن، در این جنگی گپا گفتن. اکنون همینجا معلوم میشود کی دشمنه، کی از ایمان دوره، کی نفاق داره معلوم میشود. بعد از او پروردگار و قلب پاک حبیبش آیه مبارکه را نازل کرد که ما اکنون امروز کمتر مشکلات داشتیم، تفسیر منو تیار کردن نتونستیم. در همین بابت با صحبت میکنیم انشاءالله تا اینکه یک دقیقه عمر مونم باشه بیهوده نروه. قل للذین کفروا، بگو برای اون انسان هایی که به تو باور ندارن، بگو برای این یهودی ها، بگو برای اون کسایی که امروز طعنه میزنن که چی به اسلام این است و آن است، شکست میخوره و مغلوبه، بگو ستغلبون، در آینده اسلام ظفر مییابه. بگو شونا ستحشرون الی جهنم، در آینده هر کسی که دشمن اسلام است، دشمن پیغمبر خدا در جهنم جمعشان میکنه. اینا خلاصی ندارن. و بئس المهاد، جهنم چه جای بدی هست. ما در این بابا صحبت داشتیم. قال محمد بن کعب لأهل النار، محمد پسر کعب یکی از تابعین بزرگ برای صفت دوزختیایی که دشمن خدا و رسولان گفته 5 خواهش جهنمی ها را الله جل و علا شأنه در قرآن وصف کرده. جهنمی ها را 5 خواهش میکردین اما خدا جواب دادگی بده. جواب خدا در 4 جاش بده. یکی از اونها ربنا امیتنا 2 و احییتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. جهنمی ها میگفتن پروردگارا 2 مراتبه مقصد یک بار در دنیا مردیم، در این جمع آرزو میکنیم که مردن آرزو میکنیم که بمریم خلاص شویم، همه عذاب نبینیم. یک بار در اونجا ما را دیدی، عذاب ما کشتی، ما مرگ چشیدیم، میخواهیم که در جهنم هم مرگ بیاری، ما از این عذاب خلاص شویم به این مرگ. خیلی روزی باز میمده. اما خدا میگه در آنجا شما نمیمری، 2 بار باز زنده تان میکنم.
یک بار زنده من کردی، دویم بار در قیامت زنده من کردی. ما در گناهامون اعتراف کردیم. پروردگارا یگان رهی برآمد نیست ما را بروری. همین آرزوی مردن میکردیم دشمنای پیغمبر، اما نمیمردیم. فردا آرزو میکردیم که ما مریم خلاص شویم، اما خدا در جواب اونها میگفته ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم و ان یشرک به تؤمنوا فالحکم لله العلی الکبیر. ذالکم، اشاره میکنه خدا همینه دعواتان. آخه شما را این پیغمبرها آمدن به خدای یگانه دعوت کردن، شما خدا دا کافر شده. خدا جواب میداده چی با کافر شده؟ آخه پیغمبرها آمدن، منبرها بلنده، مسجدها کار کرده است، علما گفته است به خدای یگانه دعوت دارن، چی با کافر شده باشم؟ میفهمیده کو برای چی کافر شده؟ چوا زید برآمده به آیین رسول، چی با زید برآمده به این پیغمبر آخر زمان. و این یشرک به تؤمنوا، شما شرک ورزیده به جای ایمان بیاره. اما امروز حکم اساسی از جانب خدای بزرگ عالی مقام برآمدگی است، شما یگان اونجا رفتن نمیتونید. حکم خدا های، شما دیگر آرزوی مردن میکنه، نمیمره. شما ابو جهل دیگر نمیمره، او در جنگ احد مرده بود، دیگر در آن روز نمیمره. ابو لهب نمیمره، اون کسایی که دشمن اسلام و قرآن و دشمن رسول الله هن، اونها دیگر نمیمرن. آرزو میکردیم که ما مریم اما نمیمردیم. خدا میگفته آخر دعوت آمد، همش آمد، شما به جای ایمان بیاری چی کار کرده؟ برای چی این کار میکنی؟ چی بکرده؟ یکم سوال شده جواب می آمده چی بکرده؟ بعد از او میگفتیم پروردگارا ابصرنا، ما دیدیم، سمعنا، شنیدیم، فرجعنا، بازگشتیم، میگردیم، عمل خوب میکنیم. با خدا جواب میداده، میگفته فهمیدیم، دیدیم. دنیا خوابه، دانشگاه خدا بیداره. یگانه دین آیینه که برای حرام و حلال فقط بحث میکنه این شریعت خداه.